لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و سلام بر پیامبر مصطفی و بعد السلام علیکم بینندگان ارجمند. دوستان گرامی، قصه های پیامبران در قرآن به مقصدهای مهمی تربیوی ذکر شدند. این داستان ها خیلی جالب و شنیدنی هستند. هر یک مایه پند و عبرت و هر یک مکتب ایمان و اخلاقند. ما در داستان های قرآنی پیامبرانی را خواهیم دید که در وطن خود بودند و نیز پیامبرانی را که در غربت دور از وطن خود رفتند. پیامبرانی در خردسالی، پیامبرانی در جوانی، پیامبرانی دیگری در پیرانسالی. پیامبر را خواهیم دید که از دست برادرانش رنج دیده در تاریکی های چاه انداخته شده، سپس با تهمت بی اساس به زندان افتیده است. از پیامبر خواهیم شنید که او را ماهی بزرگی فرو برده است و نیز از پیامبری که بحر با عصای او شکافته دونیم شده است. از پیامبر خواهیم شنید که با اذن خداوند مردگان را زنده می‌کرد و با آنان حرف می‌زد. اینچنین با پیامبر آشنا خواهیم شد که فقیر بود و چوپانی می‌کرد و نیز با پیامبر آشنا خواهیم گشت که بر تخت شاهی می‌نشست و عالم را حکومت می‌کرد. داستان پیامبری را خواهیم دید که در فراق فرزند از شدت اشک‌ریزی نابینا شد و پیامبر خواهیم دید که سالیان زیاد بیمار شد و صبوری پیشه کرد. یعنی ما در داستان‌های انبیا دوستان عزیز برای هر نوع آدمان در هر سن و سال در هر ساحه و میدان الگوی یعنی نمونه خواهیم یافت. بینندگان ارجمند، داستان‌های قرآنی از ایجاد نویسندگان و از خیال و تصور قصه‌گویان نیست، بلکه این قصه ها حقیقت‌هایی است که در گذشته تاریخ رخ دادند و آن رخدادها را آفریدگار یکتا توسط جبرائیل به آخرین پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم نقل کرده است. او تعالی مثلا در پایان داستان یوسف علیه السلام فرموده است: ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک. این داستان که اشاره به داستان یوسف علیه السلام است، از خبرهای غیب است که برای تو وحی نمودیم. یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو توسط پیغامی وحی از این قصه ها با خبر شدی، وگرنه از تو تا آن پیامبران هزارها سال است و تاریخی درست آن حوادث به طور صحیح نزد کسی نیست. تنها ما تو را توسط وحی از آن آگاه ساختیم. پس آنچه قرآن درباره پیامبران و اقوام آنان نقل نموده است خبری یقین است، زیرا وحی آسمان است. او تعالی جای دیگر فرموده است: ان هذا لهو القصص الحق. بیشک این داستان حق است. داستان‌های پیامبران شنیدنی و بسا آموزنده‌اند. هر شخص مسلمان میباید در روزگار آنان نظر نماید و در هر رخداد و حوادث آن بیندیشد و از روزگار این آموزگاران والا مقامی از طرف خداوند انتخاب شده برای خود درس و عبرت‌ها بگیرد. از داستان‌های قرآنی دیده داستان زیباتر و جالبتر نیست. خداوند این داستان‌ها را احسن القصص یعنی زیباترین داستان‌ها عنوان کرده است. او تعالی در سوره یوسف علیه السلام فرموده: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. ما بهترین و زیباترین داستان‌ها را با وحی نمودن قرآن به تو قصه می‌نماییم. این وصف داستان‌های قرآنی که در سوره یوسف علیه السلام آمده است خاص داستان یوسف علیه السلام نیست، بلکه دانشمندان از جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته است: هذا یتناول کل ما قصه الله تعالی فی کتابه. یعنی این وصف احسن القصص یعنی زیباترین بهترین قصه خاص قصه یوسف علیه السلام نه، بلکه شامل همه داستان‌های قرآنی است. دوستان عزیز، قصه های قرآنی تنها برای شنیدن و وقت خود را خوشتر گذرانیدن نیست، بلکه برای تفکر در آن و برای گرفتن درس و پند هاست. و تعالی فرموده است: فقصص القصص لعلهم یتفکرون. پس ای پیامبر این قصه ها را برای آنها یعنی برای امتت برای مردمان نقل کن تا اندیشه کنند. اندیشه نمودن دوستان گرامی فریضه قرآنی و واجب دینی است. پس قصه های انبیا داستان هایی است که باید در آن تأمل و اندیشه کرد و مضمون و محتوای آن را آموخت و پیامبران که الگوی بشریتند باید پیروی کرد. او تعالی فرموده است: لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الالباب ما كان حدیثا یفترى. همانا در داستان پیامبران برای صاحبان عقل و خرد عبرت است. آنچه قرآن از روزگار آنان قصه می کند سخنی بافته شده نیست. دقت نماییم دوستان گرامی که اینجا او تعالی فرموده در این قصه ها برای صاحبان عقل و خرد درس و پند هاست. یعنی از داستان های قرآنی شنیدن و برای خود عبرت ها گرفتن
این دلیل بر آن است که آن کس صاحب عقل و فهم است. نشانه بر این است که چون این شخص از عقلش خوب استفاده کرده است، از زمره اولوالالباب است، صاحبان خرد است. در عکس این حالت هر که از قصه های قرآنی نمیداند و اگر شنود و داند از آن درس و عبرت نمی آموزد، دلیل بر این است که عقلش را از آن وظیفه‌ای که باید به آن مشغولش سازد معطل ساخته است. از عقلش به طوری باید و شاید استفاده نکرده است. یعنی دوستان گرامی، قاعده چنین است: اگر شخص راه سعادت را، راه صلاح و رستگاری را خواهد، میباید به راه یافتگان پیرو شود. راه یافتگان این پیامبرانند که خداوند راه را برای آنان بیناند و آنها مردم را راهنمایی کردند. او تعالی فرموده است: اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. آن پیامبران که قصهشان را برایت خواندیم کسانی هستند که خداوند آنان را هدایت نموده است. آنان از نعمت هدایت الله عزوجل برخوردار بودند، پس راه آنها را پیروی نما. مقصد سوم از ذکر داستان‌های پیامبران در قرآن این قوت و استواری بخشیدن بر قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم و بر قلب پیروان ایشان است. و تعالی در سوره هود فرموده است: و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکری للمؤمنین. و هر داستانی را که از روزگار پیامبران قبلی برایت قصه می نماییم بدین خاطر است که به وسیله این داستانها به قلبت قوت و استواری بخشیم. یعنی وقتا اصلاحگران در راه اصلاح جامعه ها با مشکلات روبرو می شوند، که البته راه اصلاح و دعوت از مشکلات خالی نیست، و چون داستان انبیای خداوند را می بینند که یکی را چون ابراهیم علیه السلام در آتش افکندند، دیگری را چون یوسف علیه السلام به تهمت بافته زندان نمودند، سومی چون موسی علیه السلام در نتیجه فرار و تعقیب کارمندان امنیتی حکومت فرعون از مصر هجرت نموده به مدین فرار کرده است. وقتا دعوتگران راه پیامبران چون می‌بینند که آغاز این راه چنین سختی‌ها دارد و چنین داستان‌ها می‌بینند که انتهای این سختی‌ها سربلندی‌ها در دنیا یا در آخرت یا در هر دو عالم دارد، قلبشان تسکین می‌یابد، ارادهشان قوی‌تر می‌گردد، تهدیدها در نظرشان کوچک و راه اصلاح یعنی راه پیامبران برایشان محبوب تر می گردد.